سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. لایک رو بزنید که بریم سراغ LLM ها یا همون لارج لنگویج مدل ها که در واقع همون هوش مصنوعی هستن که با تکست دادن بهش یا پرامپت دادن بهشون جواب سوالات ما رو میدن، مثل چت جی پی تی یا کلاود. که اومدیم اینجا یه مقایسه ریزی از کلاود و چت جی پی تی داشته باشیم. اینجا خصوصیات کلاود رو می‌بینیم، شرکت سازندش، توانایی‌هاش و یه سری چیزایی که ضروریه توی در واقع LLM ها. اینجا می‌بینیم که مثلا منبع دانشش تا 2023 بوده و این تا اون موقع آپدیت شده، خلاقیتش کمتر از چت جی پی تی و دسترسی به وب نداره. شرکت سازنده چت جی پی تی که همتون میدونید اوپن ای آی مهارت کدنویسیش خیلی قویه، از کلاود خیلی قوی تر، توانایی فهمش از کلاود یکم کمتره، پردازش تصویری داره برخلاف کلاود و شخصیتش بستگی به تو داره. یعنی مثلا چطوری با حرف بزنی، اگه مثلا رفاقتی با حرف بزنی رفاقتی جواب میده، اگه جدی باشی جدی، اگه رسمی باشی رسمی، هر جوری حرف بزنی همونطوری جواب میده. حالا بگو انتخاب تو کدومه؟ تو کامنت ها منتظرت هستم. انتخاب من که چت جی پی تیه. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و ویدیو رو لایک کن.